امروز میخوام بهتون این رو نشون بدم که توی سازهایی که در واقع توش چوب به کار رفته، بعد از این مدتی شما هر چقدر هم که تلاش بکنید توی بعضی از گوشه ها، چون چوب به هر حال تغییر سایز میده، یه همچین ترکایی دارید که خیلی سعی نکنید که این ترک ها رو همون روز اول بپوشونید، صبر بکنید یه مدتی خودش رو که نشون داد با سیلیکون پر میکنیم و برای همیشه بسته میشه و به این روش. خب البته این سیلیکون نیست، این اکریله که به این روش اجرا میکنم. من چون دارم فیلم میگیرم ممکنه خوب نتونم اجرا کنم، ولی یه لایه نازکی از اکریل رو اینجا اجرا میکنیم و بعد اسپری مخصوص، کم اسپری مخصوص میزنیم که سطح روی کار براق بشه و در نهایت با یکی از این کارتک های سیلیکونی یا حتی با انگشت سطح کار رو جمع میکنیم. به این طریق و به این طریق این رو دارم تمیزکاری میکنیم. این هم تمام شده کار که میبینید خیلی تمیز و مرتب در میاد و جلو ترک رو گرفتیم.